بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شما در اسم الرب الله سبحانه و تعالی قسمت اول و دومش خواندیم و قسمت سوم درس ما این هست که با اسم الرب، وقتی که ما فهمیدیم که الله رب العالمین هست و مجموعه از صفات خاصی را داره، با این هم چه قسم زندگی بکنیم. خب ما و شما فهمیدیم که رب ذات است که او صفات کمال داره. مثلا این صفات کمالش از ربوبیت، پس الله رب است، رب العالمین است. به این معنی که الله متعال دارای افعال خاص است. در اینجا باید ما و شما چند موضوع را بفهمیم که عقیده ما درست باشن. مثلا چند قاعده را براتون بیان میکنم. اول افعال الله سبحانه و تعالی را بشناسیم. دوم افعال مخلوق بشناسیم. اول افعال خالق بشناسیم. افعال خالق مثل خلق کردن، روزی دادن، شفا دادن، حفظ کردن، تشریع کردن ارزش ها، تعیین کردن مثلا خوب بد، تعیین کردن حلال و حرام، اینا کلش مربوط میشه به رب العالمین. پس افعال خالق متعال بشناسیم. دو افعال بشناسیم که اما قسمی که به جلال و عظمت از او شایسته هست. دوم افعال مخلوق بشناسیم، بفهمیم که مخلوق مثلا افعال داره که مثل خوردن، نوشیدن، ازدواج کردن، خوابیدن، این افعال مخلوق است. سوم قاعده ای است که افعال خالق با مخلوق تشبیه نکنیم. یعنی وقتی که فهمیدیم که الله دارای افعال خاصی هست که به جلال و عظمت او شایسته هست، هیچ وقت افعال خالق با افعال مخلوق تشبیه نکنیم. وقتی که در افعال خالق بحث میکنیم، مخلوق کاملا از ذهن خود دور بسازیم و بگوییم که این افعال، هر چیزی که هر فعل که الله بر خود نسبت داده به جلال و عظمت از او شایسته هست. کیفیت داره ولی ما کیفیت از او نمیفهمیم و هیچ وقت رو با افعال مخلوق تشبیه نکنیم. اصلا مخلوق باید در این راستا از ذهن خود دور بکنیم. متوجه هستین؟ خب افعال خالق با افعال مخلوق تشبیه نکنیم. برعکس از همچنان افعال مخلوق با افعال خالق تشبیه نکنیم. یعنی تو فکر نکنیم که افعال مخلوق مثل افعال خالق. ابدا مخلوق افعالش مربوط به عاجزی از او میشه، مجبور به بیچارگی از او میشه، مجبور به مخلوق بودن از او میشه. اما افعال خالق افعالی است که به جلال و عظمت الله شایسته هست. بناهن بین افعال خالق و افعال مخلوق باید تشبیه نکنیم. قاعده دیگه ای است که وقتی که افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. یعنی چیزی که ما و شما فهمیدیم که افعال خالق است، روزی دهنده الله هست، پس روزی را باید از الله بخوایم. الله برای ما دست داده، چه قسم روزی داده هست؟ رزق خلق کرده، رزق برای ما گذاشته هست و اسباب رزق برای ما و شما داده هست. پس وقتی که الله متعال رزق تمام مخلوقات خلق کرده، اسباب رزق هم برای این مخلوق داده، مثلا برای ما و شما دست داده، چشم داده، عقل داده، کار بکنیم و اون رزق که الله متعال برای ما خلق کرده از طریق حلال به دست بیاریم و به این یقیده باشیم که ما رزق کسی دیگه را خوردن نمیدانیم. هر کس رزقش بر الله هست. حتی الله سبحانه و تعالی و مخلوقات بسیار ضعیف و عاجزش هم رزق میده. پس اینجا ما و شما باید آنچه که از افعال الله هست، مثل شفا دادن، مثل حفظ کردن، من کی حفظ میکنه؟ الله. آسمان کی حفظ میکنه؟ الله. زمین کی حفظ میکنه؟ الله. اولادای مرا کی حفظ میکنه؟ الله. پس الله سبحانه و تعالی حفظ کننده هست. ما نباید مثل مشرکین واره که مثلا میرفتن یک سنگک یا یک چوبک یا یک چیزی که در گردن اولاد خود منداختن و میگفتن که این اولاد ما را حفظ میکنه. نه خیر، الله سبحانه و تعالی
فالله خیر حافظه. یعقوب علیه السلام میگه الله بهترین حفظ کننده هست. اولاد مرا از مکر الله بهتر حفظ میکنه. مثل که یوسف علیه السلام الله سبحانه و تعالی در قصر جای داد و حفظش کرد و بالاخره به صدارت و به حکومت و به وزارت به همه چیز رسانده شد. پس افعال الله متعال که خلق کردن است، روزی دادن است، شفا دادن است. الله شفا میده. ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مرضت فهو یشفین. پس ما همین قسم زندگی میکنیم که افعال الله متعال از مخلوق تقاضا نمیکنیم. پس چند قاعده رو من بهتون میگم که اول افعال خالق بشناسیم، باز افعال مخلوق بشناسیم، 2 3 افعال خالق به مخلوق نسبت ندیم، 4 افعال مخلوق به خالق نسبت ندیم، 5 افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم و 6 قاعده ای است که افعال خالق با افعال مخلوق و افعال مخلوق با افعال خالق تشبیه نکنیم، بلکه بفهمیم که افعال خالق افعالی است که به جلال و عظمت الله شایسته هست و افعال مخلوق افعالی است که به عاجزی و بیچارگی. من چرا خواب میکنم؟ به خاطر اینکه عاجز هستم. مرا چرا وقتی که خسته شدم مرا سینه میگیره؟ سینه چی میگه؟ تو پینگی یا مثلا مقدمات خواب. الله سبحانه و تعالی میگه که الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. پس الله سبحانه و تعالی را نه مقدمات خواب میگیره و نه هم خواب میگیره. پس خواب کردن صفات ما هست، مقدمات خواب صفات ما مخلوقات است، خوردن صفات ما هست، ازدواج کردن صفات ما هست، به فرزند نیاز داشتن صفات ما هست. نباید این صفات خودم به الله سبحانه و تعالی نسبت بدیم. این هست که ما افعال الله را شناختیم و فهمیدیم که الله ربوبیت دارن، مالکیت است. وقتی فهمیدیم که الله مالک متصرف است در کائنات، در ما کی تصرف میکنه؟ کی مریض بر ما میده؟ کی شفا میده؟ کی تصرف کرده چشم را به این شکل خلق کرده؟ کی مثلا مغز در داخل از این سر و این جمجمه و کل از این؟ مالک متصرف ما الله هست. مالک متصرف در آسمان ها، در زمین، در آخرت، در دنیا، در آسمان ها، در عرش، در لوح، در قلم، در کلش مالک متصرفش الله سبحانه و تعالی است. وقتی که این را فهمیدیم، از این خاطر وقتی که این را فهمیدیم، بناء ذالکم الله ربکم له الملک، با این شکل زندگی میکنیم. هیچ مخلوق در هیچ جای تصرف کرده نمیتونه. تصرف در تمام مخلوقات کاری است از طرف الله سبحانه و تعالی هست. دیگه این است که ما میفهمیم که خلق کننده الله هست. چرا؟ او رب است که خلق میکنه. چه قسم خلق میکنه؟ مثلا برای یکی دختر میده، برای یکی پسر میده، برای یکی دختر و پسر میده، برای یکی هیچ نمیده. پس ای که برای یکی دختر میده و پسر میده، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. پس این عقیده ما باید باشه که الله سبحانه و تعالی است که برای ما فرزند اولاد میده. این حالا بعضی کسایی که مثلا برای خانم خود میگه تو چرا دختر آوردی و مشکلات داره، اینجا مشکل چی است که در صفت یا در فعل خلق کردن الله خانم خود شریک ساخت، در حالی که خانمش بیچاره نمیفهمید تا وقت ولادت که این طفلکش چه قسم هست. بسیاری وقتا نمیفهمه که مثلا این طفلک دختر هست یا بچه هست. وقتی که نطفه می باشه او بیچاره چی را میفهمه. این حاله پس وقتی که ما فهمیدیم که خلق کننده الله هست، وقتی که الله برای ما دختر میده شکر الله را میگیم، اگر پسر میده شکر الله را میگیم، اگر اردوش میده شکر الله را میگیم، اگر هیچ نمیده به قضا و قدر الهی تسلیم میباشیم. به این شکل با صفات الله سبحانه و تعالی زندگی میکنیم. دیگه این است که گفت سیادت، و سیادت یعنی تشریع نمودن. میفهمیم که اینمی که چی حلال است، چی حرام است، چی جایز است، چی ناجایز است، برای یک مملکت نظام سیاسی چه قسم باشه، نظام اقتصادیش چه قسم باشه، نظام مالی چه قسم است، کل از اینا را الله سبحانه و تعالی تعیین کرده. ایناله ما مکلفیت داریم که مطابق احکام الله سبحانه و تعالی زندگی بکنیم. ایناله زندگی ما چی هست که ما این صلاحیت تعیین قوانین برای مخلوق نمیتیم، قانون مخلوق نمیپذیریم. چرا؟ اگر کسی قانون مخلوق پذیرفت و بر از او قناعت کرد که برای ما مخلوقا، پارلمان برای ما قانون بسازه، مثلا مجلس سنا برای ما قانون بسازه، مثلا برای ما مجلس شیوخ میگه ای برای ما
قانون بسازه، یا فلان عالم برای ما قانون بسازه، یا فلان شیخ برای ما قانون بسازه. نه خیر، اینا برای ما قانون تعیین کردن نمیتونن. چرا؟ تعیین تمامی احکام و شریعت مخصوص الله سبحانه و تعالی هست. ذالکم حکم الله یحکم بینکم. وقتی که الله حکم میکنه در بین ما، بناهن وقتی فهمیدیم که او سید است و مالک است و مدبر است و مربی است، بناهن چی میکنیم؟ وقتی فهمیدیم که سیادت مربوط الله هست، یعنی قیادت مطلق مربوط الله هست، پس ما هیچ وقت قانون دیگه را قبول کردن نمیتونیم. اگر یک روس بگویه، یک امریکایی بگویه، یا یهود بگویه، یا نصارا بگویه که قانون ما را اطاعت بکنیم، ما میگیم ما قانون شما را اطاعت کردن نمیتونیم، قبول کردن نمیتونیم، به خاطر ازی که حاکم مطلق تمام کائنات الله هست و ما هم که هستیم احکام الله بالای ما تطبیق میشه. کجاست احکام الله؟ در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم معلوم است و امت اسلام در او چی کردن؟ اجماع کردن. پس وقتی اگر کدام مسئله که در قرآن و در سنت نیست، علمای مجتهد از قرآن و سنت اجتهاد میکنن. مثلا شراب های جدید برآمده، سر خمری که در او وقت قیاس میکنن، میگه که حکم از این هم حرام است. پس این علما که استنباط میکنن از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع امت اسلام دیگه هست، اینمی شریعت الله هست. ما تسلیم شریعت الله هستیم، نه به قانونی که ضد کتاب الله هست و ضد سنت رسول الله هست، او را ما پذیرفته نمیتونیم. چرا؟ اگر کسی قانون غیر الله را میپذیره، مثل اینمی هست که عبادت غیر الله را میپذیره، چون خود اینمی تشریک است، یک بخش از عبادت است. اگر یک کسی مثلا قبول بکنه که من برای بت سجده میکنم، آیا مشرک نشد؟ مشرک شد. اگر اینمی قسم بگوید که اینمی مخلوق برای من قانون بسازه، این مخلوق در صفت چی؟ در ربوبیت الله این شریک ساخت. پس او شرک مثلا در عبادات بدنی شد، وقتی سجده کرد این شرک میشه در عبادات تشریعی. از این خاطر ما باید بفهمیم که رب العالمین ذاتی هست که او برای ما احکام تعیین میکنه و ما کسی را برای ساختن احکام چی نمیکنیم؟ صلاحیت نمیتیم. و این را ما فهمیدیم که احبار و رهبان خدا وقتی که نصرانی ها برای علمای خود، یهودی ها برای علمای خود و نصرانی ها برای امو پیرهای خود، راهبای خود این صلاحیت دادن که حلال حرام بسازن، حرام حلال بسازن و از اونا اطاعت بکنن. الله برای ما گفت که اونا را رب خود گرفتن، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پس این وقتی که اونا را رب گرفتن، به این معنی که اینا شرک کردن، اینا از دایره ایمان خارج شدن. ما کوشش میکنیم که به علمای خود احترام داشته باشیم، لکن عالم ما مکلفیت داره که مطابق حکم الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما احکام بیان بکنه. و اگر مثلا کدام کسی هست که او با تقوا خود میگیره و دیندار میگیره، مکلف است که تقواش و دینداریش و عبادتش مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. و اگر مخالف قرآن و سنت باشه، ما مکلف به اطاعت از اون هستیم. این نمیخواستم حتی برای رهبرا و بزرگایی که مثلا اونا مثلا اول امر مسلمان های باشه، وقتی اطاعت از اونا بالای ما فرض است و واجب است که اونا اطاعت از الله و رسول بکنن، شریعت الله را اساس و سقف از این مملکت قرار بدن و مطابق از او حکم بکنن. ما مکلف هستیم به اونا اطاعت بکنیم. اگر قانونی که ضد شریعت الله هست در این تنفیذ میکنه و او رو تطبیق میکنه، اطاعتش باز واجب نیست، او خودش از دایره شریعت مبرایه. چرا؟ وقتی که شریعت الله را ترک کرد، این میشه که مثلا خودش به یک طاغوت مبدل میشه. این مسائل از دوستان عزیز که ما و شما چی فهمیدیم؟ در صفت الرب الله فهمیدیم، تدبیر کننده الله هست، یدبر الامر. وقت فهمیدیم که رب العالمین تدبیر عالمیان میکنه، تمام مخلوقات تدبیرش الله سبحانه و تعالی میکنه. وقتی که تدبیر کل چیز مربوط الله هست، بنان کس نمیتونه که بگوییم که فلانی منطقه را فلانی حفظ میکنه، فلانی را کارش فلانی. نه خیر، کل از اینا را، آسمان ها را، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، سیارات، آفتاب، مهتاب، تدبیر از اینا مربوط کی میشه؟ مربوط الله میشه. پس در
زمین یک کره بسیار کوچک است در بین بسیار مخلوقات بزرگی که در آسمان است. شما یک مرتبه به تلسکوپ برین یک سیل بکنین جهان ببینین، مخلوقاتی که 100 برابر 200 برابر زمین هست. با شما یک چیزی که بسیار کوچک است که وقتی بالا میری زمین مثل یک سر سوزن معلوم میشه. اما شما در بین ازو فکر بکنیم اما چی هستیم؟ این وقتی که الله سبحانه و تعالی مدبر تمامی کائنات هست، آیا مدبر ما نباشه؟ تدبیر کننده ما نیست؟ این رب العالمین است. تدبیر همه مربوط به الله سبحانه و تعالی میشه. خب دیگه تربیت کننده الله متعال ما و شما را مربی و تربیت کننده اصلی ما الله هست. عقل ما را کی تربیت کرده؟ ما را در بطن مادر سلسله به تدرج کی تربیت میکنه، کی نمو میده، بالاخره تا وقتی که یک طفل از یک نطفه تبدیل میشه به همین قسم ایسا و مضغه و علقه و مثلا فلانی و فلانی تا بالاخره گوشت و پوست و بالاخره روح میگیره، کل چیزی کل از اینا تربیت به کی است؟ از جانب الله هست. پس وقتی که ما را اکسیژن که میده از طرف کی است؟ الله هست. تنفس میکنیم از طرف کی است؟ الله هست. وقتی که تربیت کننده ما الله هست، بناهن ما میفهمیم که الله متعال ما را از نگاه مادی تربیت کرده و تمام مخلوقات را تربیت کرده. اطاعت از الله و اطاعت از پیغمبرایش میکنیم تا تربیه معنوی الله سبحانه و تعالی تربیه خاص هم نصیب ما شود ان شاء الله تعالی. پس فهمیدیم که رب العالمین ذاتی است که مستحق عبادت است. وقتی که الله مستحق عبادت است فقط عبادت برای الله میکنیم و به غیر الله عبادت نمیکنیم. چرا؟ فهمیدیم که الله رب ماست و ذاتی هست که مستحق عبادت است و با اینمی شکل که الله رب العالمین است زندگی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.